سلام، به یه ویدیوی دیگه خوش اومدین. اینجاییم با ویدیوی معرفی 5 آهنگ برتر راهمشتن. گفتم بین ویدیوهای درس 1 و درس 2 اشتارتینگیا یه فاصله بیفته، این وسط یه ادوایسی هم داده باشیم، این چی میگن، یه توصیه‌ای هم کرده باشیم که چجوری میتونید با آهنگ گوش دادنتون به یه زبان ناشنایی رو یاد بگیرید. اینجا میخوایم چند تا آهنگ، 5 تا آهنگ که خودم خیلی دوست دارم از رامشتاین رو میخوام بهتون معرفی کنم. 5 تا آهنگ که من خیلی خودم با حال میکنه، هم متنشون یه جوری که راحت یاد میگیرید، خیلی آسونن نسبت به بقیه آهنگا، هم مودشون باحال‌تره، مودشون واقعا خفنه. مثلا وقتی حالا میخوام اسم آهنگا رو بگم تو لیست، آهنگا رو گوش میدی هم راحت گوشش میدی، هم برات لذت بخشه، هم خیلی خوب یادش میگیری. خب بریم لیست رو شروع کنیم، بگیم زیاد تفره نریم بابت اینکه مثلا بخوام ویدیو رو کش بدیم و چی میگن واچ تایم شما رو زیاد کنیم. در کل من 5 آهنگی توی لیست داریم. آهنگام ترتیب نداره دیگه، فقط 5 تاست. 5 تا آهنگ میخوام بگم. پنجمی آوسلندر خیلی باحاله. این کانسپتش هم با شما که آوسلندری دیگه به عنوان خارجی میخواید زبان آلمانی یاد بگیری، خیلی باحاله. آوسلندر متن خوبی داره، مودش فوق العاده است، خیلی قشنگه، جزو بهترین آهنگای رامشتاین. یعنی مثلا شما بخوای گوش بدی، مثلا من خودم آوسلندر رو بیشتر از بقیه گوش میدم. بعد من که گذاشتم 5 ولی بیشتر از بقیه گوش میدم. اینم که گفتم دیگه 5 تا برتر نیست، 5 تاست که میخوام معرفی کنم. چهارمی به نظر من بنزین یکی از باحال‌ترین آهنگای رامشتاین. معمولا کسایی که خب آلمانی هم بلد نیستن وقتی این آهنگ میشنون خیلی چیزاشون میگن، اصطلاحات شیمیه، نیتروگلیسرین، بنزین، گازولین، کافئین، هروئین، چیزا رو میگه توش، چیزایی که طرف آلمانی هم گوش نکرده باشه به گوشش آشنا، به خاطر همون یه ذره راحت‌تر درک می‌کنید به عنوان کسی که تازه دارید زبانی میشنوید. 4 این بود. 3 میتونم توی 3 بهتون بگم یه ذره آهنگ چیزی فانیه ولی دیکتیتن بامزه است، خیلی باحاله. چیزیه که آهنگی که خیلی بامزه است، بلند حالا زیاد نمیگم، یه ذره قضیهش منشوریه ولی اصلا معنی آهنگ معلومه، دیکتیتن بیگ تیتس، یه جور دیگه نمیشه گفت. بعد نمبر 2 لیستمون میشه، من دوست داشتم دو هاست رو بذارم یک، ولی دو هاست رو بذارم دو هاست یکی از بخاطرین آهنگای آلمانی معروف ترینش هم فکر کنم باشه، بعد از یا کوم دی زونه، بعد از زونه فکر کنم معروف ترین آهنگ آلمانی که دو هاست رو همه تو باشگاه گوش میدن، آهنگی که مود داره باهاش هد میزنید، خیلی باحال. من خودم رامشتاین گوش میدم، دو هاست رو خیلی گوش میدم، ولی خب دو هاست خیلی معروفه، هم خیلی گوش میدن. بعد نمبر 1 هم که دیگه من اصلا بتونی بخوای بهترین آهنگ رامشتاین هم بگی، نمبر 1 میکنه دویچلند واقعا میشه بهترین آهنگ رامشتاین. کامل قشنگه، مود داره، شعرش خوبه، کلا یه چیز درجه یکیه. اینا آهنگایی که بهتون گفتم 5 تا ترتیب نداشت، ولی من دویچلند خودم همیشه دوست دارم. دویچلند باحال‌ترین آهنگ رامشتاینه. لیست خوبیه. کل این لیست رو من داخل تلگرام میذارم که بتونید راحت دانلودش کنید. تلگرام حتما سر بزنید. امروز فکر کنم همه فایلایی که تا نصف اینو میگذاشته باشم امروز آپلود میکنم داخلش. این آهنگای رامشتاین که گفتم به اضافه چند تا آهنگ دیگه زیپ میکنم، آپلود میکنم داخل تلگرام، قشنگ دانلودش کنید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب یادتون نره، ویدیو رو واسه دوستاتونم بفرستید. تا یه ویدیوی دیگه